السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در حقیقت اخلاق پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بسیار اخلاق نیک است و اخلاقی هست که اون باید در زندگی ما و شما جاری باشد. الله پاک در قرآن اخلاق پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم ذکر کردن. یکی از همون اخلاق هایی که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم با همراهی نفرهایی که از دین بخبر بودن و از دین الله و قدر معلومات نداشتن، اونها قطعی سخت رفتاری نمیکردن، با اونها رفتار خوب میکردن و اونها را تعلیم میدادن، تربیه اسلام با اونها میآموختن. یک از همون حادثات در زمان پیامبر خدا صلی الله علیه و حادثه عجیبی هست. اگر انسان گوش کند بسیار غضب میکند در اول و در آخر رفته میفهمد که اخلاق چه خیلی باشد. از حضرت انس ابن مالک رضی الله عنه روایت است که میگه یک حالت ما در مسجد با همراهی رسول خدا صلی الله علیه و سلم بودیم. اذ جاء اعرابی فقام یبول فی المسجد. اذ جاء گفته یک وقت آمد یک اعرابی پس پیشاب کرد. فقام گفته پس چوخ ایستاده و پیشاب کرد در مسجد. فقال اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم، اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم که گفت اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و سلم که مه یعنی که بس کن، بست از این کار، یعنی که از این کار دست بکش. در مسجد پیشاب کردی است. بسیار انسان غضب میکنه در حقیقت در مسجد کدام میکنه باشد. اگر یگام همین کار کند، اگر انسان بسیار غضب میکنه، انسان دیندار و ایماندار مثلا میخواد که یگام لطوکوبم کند. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم لا تزرموه دعوه فترکوه حتی بعد. رسول خدا صلی الله علیه و سلم گفت که اونا گفت لا تزرموه، گفته اونا بگیم قطع نکنین پیشابش رو، یعنی که من نکنید، دعوه بگذارید چه، فترکوه پس صحابه رو گذاشتن چه حتی که پیشابش کرد شید. ثم ان رسول الله صلی الله علیه و سلم دعاه، بعد از اون رسول خدا صلی الله علیه و سلم دعوت کرد، فریاد کرد همون اعرابی رو. اعرابی گفته انسانی دشتی رو میگن، در صحرا کلان شدگی است، عقل فراستش خیلی کم است. و قال له، پس کو برای هم رسول خدا صلی الله علیه و سلم که این هذه المساجد، بیشک همین مسجدها، لا تصلح لشیء من هذا البول، صلاحیتی نداره به چیز از این چیزهای بول، ولا قذر و چیزهای بیزیب یا که پست. یعنی که این مسجدها این خیلی جای افلاسی نیست. انما هی لذکر الله عز وجل، یعنی که این برای ذکر الله هست. جا مثلا در دیگر روایت میگه الصلاه و قرائت القرآن، او کما قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، مثلا که نماز، قرائت قرآن و که چه رسول خدا صلی الله علیه و سلم گفتن، مثلا که لفظش بود درست‌تر، بعضی روایت ورده هستند. قال فامر رجلا من القوم فجاء بدلو من الماء فشنه عليه، نکی پس امر که رسول خدا صلی الله علیه و سلم از قوم یک مردی رو پس اومد به یک ستیل از آب قطی، فشنه پس ریختند، فصبوا به معنی صبو هست، پس ریختند بر بلند پیشاب کردگی همون. از اینجا یکم اخلاق می آموزد انسان که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در دیگر روایت میگه که من سخت گیرنده نیامدم که اون یک نفر خطاً یک کار کرد، از روی بی‌علمیش یک کار کرد، من اونا بگیم دشنام کرده یا که زده یا که یگام بد رفتاری کرده او را با آموزم، بلکه به خوبی. و دیگر که هست وقتی که در زمین اگر پیشاب میکرد استی، از بالای وقتی که اون تگ میرد پیشاب در زمین میرود، از بالا هم یک آب، یک ستیل آب یا که یگام آب میریزید، اون دیگه پاک میشد زمین. و دیگر که هست صحابه کرام تعلیم داده پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم که وقتی که این او اعرابی که پیشاب میکرد، اگر در میانی بگیم پیشاب کردن اون حاضر تمام نکرده، اگر من میکردن او را، اون ضرر میکرد، یعنی که شاید که همو میزگدانش در میکرد، خچکش در میکرد. و هم خود رسول خدا صلی الله علیه و سلم رحم کرد و این کار نکردن، گفتن نکنید، بگذارید اون که پیشابش کنه دیگر، که اون دیگر باز ندارید. یعنی که در انسانی که بگیم در مسجد پیشاب کردیست است، پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم رحم کردیست است که این از روی بی‌علمیش است، از روی نافهمیش است، اونا در عذاب گرفتار نکنید، اون بگذار پیشاب کنند، بعد از آن اونا منع کنید. اگر هر آینه اخلاق مسلمان ها، ما و شما اگر اخلاق ما موافق حدیث های رسول خدا صلی الله علیه و سلم، موافق قرآن اگر میشید، هر آینه این عالم از دستی ما کرده، اینه که همه به اسلام داخل میشدن. افسوس که امروز ما مسلمان دعوا میکنیم، دزدی را میشود از مسلمان ها، غارتگری و آدم کشی
زیناگری و دروغگویی و خیانتکاری و عرقنوشی و دیگر کارهایی می شود که باور کنید انسان مسلمان این کار نباید بکنند که میکنند. کافرها اینها را دیده میگن که مسلمان ها چی هستند؟ انسان های پس بد هستند. یکی از روزهایی که از برادرای تاجیک یک بچه خوب اون در روسیه کار میکرده است و یکی از همون مردم روس، یکی از همون زنک های کلانسال قطعی شوهرش در یک خانه زندگی میکرده هستند. این برادر در اون خانه خودشون قبول میکنند که در آنجا زندگی که میگن و کار کردن بگی در دیگر طرف ها. اون در آنجا کار میکند و دیگر انسانی با تقوا بوده است، عرق نمی نوشد، زنا نمی کند و قرآن میخواند، نماز میخواند. اون زنک کلانسال او را دیده بسیار در تعجب میزند. بعد پرسیدن در شروع میکنه، میگه تو کی هستی؟ چی دیگه خیال میکنی؟ چرا عرق نمیخوری؟ چرا تو دختر بازی زیناگری نمیکنی؟ اون مرد خدا بگم تاجیک برادر میده میفهماند همه را، میگه اسلام اینجوری است، اسلام این طور است، اگر خیال کردی گناه هست. گفتم میخوام میفهمم همون عروس بگم که مسلمان نیست، علاکه اسلام خبرداری بسیار خبرهای زیاد خبر میگیرد پیدا میکند و اسلام دوست میدارد. دیگر یکی از روزها رفته است در دوری بگم متراکی دو مرد مسلمان میبیند، والله علم اونم تاجیک باشد که ازبک باشد که بگیم که نوشیدگی هستند، یعنی که شراب نوشیدگی هستند. این زن در مبین مردم همین قدر اونها را دشنام میکند، میگه ای شما میگه بدبختا دروغگوها شما مسلمان نیستید، میگه شما مسلمانگری اگر بخواهید بیا رفتیم خانه من شما در مسلمان نشان بدم که مسلمان چی است و اسلام چی است و تاریخ پیامبرای شما چقدر است. من شما را تعلیم بدم که شما گمراها بدبختا شما اسلام بدنام کرده بود. این گفته همون زن دفاع از اسلام میکند و انسان هایی که به اسلام عمل نمیکنند بسیار بد میبیند. همون خاطر اخلاق اسلام هم ما شما اگر در زندگی ما جاری کنیم ان شاء الله هم کامیابی دنیا هم کامیابی آخرت میشیم و الله پاک از ما شما راضی میشود. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.